آنهایی که برادر و پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکنید، اکا و دادری را فراموش نکنید، اپا و خواهری را فراموش نکنید. و مردان پسران همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید، چون که آنها زن هستند، اونا مادر هستند. بسیار برادران خود را دوست می‌دارند، اونا هیچ چیز زیاد طلب نمی‌کنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است، دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارند.